أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله به تمام بزرگان و خیرین عزیز و حامیان بنیاد خیریه قیقداش. سلام احترامات دارم به تمام شما و قسمی که الحمدلله میبینین این بار هم از طرف خیرین ما یک پروژه اینجا ما افتتاح داریم. یک چاه در ولایت جوزجان، یک تن از قریه های دوردست به نام سیشنبه هست. از طرف آیسیب پرویز و آیسیب افضل از اونا ما تشکر میکنیم که کردن و این برنامه را برای ما همکاری کرده. انشالله از لحاظ مالی همکاری داشتن، خداوند متعال در اونا خیر بده. و دوستان عزیز، ما از بزرگان قوم اینجا صحبتایشان هم انشالله گوش میگیریم و حرفایشان، مشکلاتشان میشنویم، چه مشکلات دارن و از خیرین چه تقاضا دارن و انشالله ما کوشش میکنیم که مثل چاهای دیگه هم برای مساجدهای دیگه و از خیرین ما تقاضا داریم حامی قیقداش باشن و حمایت. السلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ جور هستی، بخیر هستی؟ سلامت باشین. این مولوی صاحب یک هفته پیش بود، ما روز جمعه قبلی بود، امروز هم جمعه است نه؟ یعنی یک هفته رو در بر گرفت که نه الحمدلله چایتان و بهره برداری سپرده میشه و آماده شد. چی تقاضا دارین؟ چی میگین برای کسانی که کمک کردن؟ بله محترم، ما از همه اولتر سلام به همه شنوندگان تقدیم می‌داریم. بعد از سلام از همه بنیاد قیوداش، بنیاد خیریه بسیار تشکر میکنیم، بسیار زیاد تشکر میکنیم به خاطر که یک قریه دوردست است، مهاجر است، دور افتاده است، پیسه و مال و متاع نداره. مسجد شان من به سرپوش است، مسجد ما مردم من بسیار کنیم شما به سرپوش است. دیوالا چهار دیوالش جور شده، دیگه جور نشده. بعد از شما تشکر میکنیم که از او دست منطقه آمده، دست بیابان با همراه ملت و همراه مردم با همراه قوم همکاری کرده. یک جهان تشکر از شما. سلامت باشین، بخیر باشین. جناب مولوی صاحب، دیگه مسجدتان چی مشکلات داره، چی تقاضا دارین از خیرین ما؟ محترم انجینر صاحب، مسجد خواهن ما با توان طاقت که داشتیم، یعنی شما مشاهده میکنید چهار دیوالش جور کردیم، سطحش ناپوش هستن و جای طهارت خانه نیستن، حجره نیستن، طرفش طبقه اوناس درس بخانه، یک طرفش بچه ها ذکور درس بخانه. ولی یک چند تا حجره رو جور کردیم، یک 80 نفر تقریبا بچه های ذکور هستن درس میخوانه و طبقه اوناس محروم است. و همراه شما که کمک میکنه تقاضای معنی هستن که همین مسجد ما را سرش بپوشانه و حجره های دیگر اعمار بکنه. چطور هستی خورترک؟ واسه یاد داره؟ زنگه؟ وشام بیا اینجا. خوب است، نام وکیل احمد است. اینه بخیر، چای افتتاح شد. این از این چای من بعد آب صحی است، میتونین آب بخورین، طهارت کنین. خوشحال هستی؟ زیاد خوش است یا کم؟ زیاد خوشحال است.
زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ